مهمونیست از سنگور ای خدگاه شو خب اینا رو دادیم خیلی اصلا دستاوردی بلندی ورزشی استادی همه ما غیاث سیرحمان ما باید قید کنیم و این روز در معرکه فرزند همین استاد غیاث سیرحمان اشتراک داشته بوده است. محمد پهلوان نبیرش یا فرزندش نبیرش ما دعوت میکنیم همین نبیره رحمتی سیرحمان با معرکه این روزه. زیادوان در نومی همین دیم بهترین نوم فاوشه که بسیار جفتای بقوت در نوبت شدن وقتی بازونو زد حالا که عمل اجرا کردن نمی شود. المپیا با پهلوانی کمربند کبود با یک پهلو دانسته می شود. خب همین جورا جفتی نوبتی مخلصان عزیز جفته که بسیار انتظار بودیم در نزد ما حاضر دارم. از طرف دست راست پهلوان با کمربند کبود جیلکی سفید عارف جان از ناحیه نورآباد، از طرف دست چپ پهلوان با کمربند کبود جیلک کبود دیو از ناحیه رودکی. یک قرصک یک قوین کلان در نام هرش گیره رقم یک مناظره داوری داخلی عملی زیبا حلال 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 هر یک که هست سه مراتبه پهلوان از ناحیه سنگور غالب. نورآباد ناحیه هست که عدالت پرور است نسبت پهلوانو در خرید جفتی نوبتی و میدان دعوت کرده می شود. از طرف دست راست پهلوان با جلکی کبود مصطفی از ناحیه همسایه دوستی ما ناحیه رشت، از طرف دست چپ پهلوان
Сай Мирзо аз ноҳияи Нуробод дар байни ҳардаш як тӯҳфаи калон. Барфов Меҳроб довари Гилем. خب اما پهلوانی سنگوار تیاری تا ببین که یک کس با وای چیده است. نه وای اولی 15 دقیقه خود داره استراحت کنم. 15 دقیقه استراحت دارم. یک پهلوان نمو چیه جورا؟ شرف از نوحیه رودکی از نوحیه نورآباد با دعوت در اومده است. بسیار زیبا و گوشتین میفهم پهلوانی سنگوار. چی درم چی دن اینو؟ اینو درم چی دن ازش؟ حالا پهلوان با کمربند کبود گلی کنیسته شد. جفتی نوبتی پهلوان از طرف دست راست با کمربند کبود آمد. فرانسه و احمدی از دلیل کمربند کبود از شب پهلوان محمد پهلوان از دلیل ارزد فرزندی استاد عزیزی ما کلابتی تشکر زیاد استاد جهان سپاس به شما. دوستان عزیز در مرکز میدان ده پهلوان بسیارم شناخته است با عارف جان پهلوان نامه ناحیه نورآباد آزمایی میکند به خاطر ده پهلوان. بازم کپکوبی بزنیم تنه رو نشد. این پهلوان هم بسیار پهلوان شناخته است. طریق منمون سامانه های اینترنتی این درقدن این دیو است. ببینید یک عارف جان هم ببینید رنگ و جلوی سنت های نوروزی در دیار زیبا منظر نورآباد تنتنه رو انعنه میدهد. ده پهلوان شناخته جمهوری بسیارم زیبا اصول کارکرد ده پهلوان اما نتیجه ده بسیار خوب. بسیارم خوب که امروز مهمانان از شهر نایه‌های کشور و دیار گلریز و گلبیز نورآباد نوراور قدم رنجه نموده ایستادند. دوستان عزیز تشکر به پهلوان رنگ و جلوی نوروزی در امروز تنها در دیار زیبامنظر با اشتراک به پهلوان بازم رنگ و جلوی دیگر گرفت. دوستان عزیز بازم کار کردی دیو پهلوان با عارف جان پهلوان از جانب بخش فرهنگ نوحیه یک تنتنه. تشکر زیاد. حتی که بسیار هم شیخوی به پهلوان الان حسابیده شد. دوستان عزیز به خاطری به پهلوان یک کارکوبی بزنه. دوستان عزیز تشکر زیاد. پهلوان نوبتی تبریک پهلوان از دهه تیریزی جماعت دهاتی نورآباد ناحیه نورآباد. نورمچه پهلوان از ناحیه سنگواری آورده داشت. برای من تجربه که مسئولیت میده. دوبار تشکر زیاد. بار دیگر مهمانان خوش آمدید که امروز ببینید که در این چهاربینی امروزه ما دیو پهلوان
و از ناحیه رودکی به این دیاری زیبا منظر آمده است و مهمانانی که از ناحیه رودکی، ناحیه رشت، از ناحیه‌های شهر، ناحیه‌های تابع امروز با محمد پهلوان مبارک باشد. غالبیت مبارک باشد. سعی مختار پهلوان به نزد ما بیا. سعی مختار پولادوف. سعی مختار بیا کی. سعیچو پهلوان از ناحیه رشتان زمین امروز به چاره‌بینی ما آمدند. خوش آمدید با لباس‌های خلعت کبود از طرف دست راستی من. عزیزالله پهلوان از ناحیه نورآباد دهه تگرمی برآمد. کی ای بچه کارکنای حفظ حقوق با همه جمع کشی با همه جمع پنج طرف اون طرف در دودار نمونه یکون کسا این طرف جمعه همشه ای برادرو جفتی نوبتی با میدان دعوت که اولی هسته بشینه اینجا بشینه خلاص ای بچه ها ای تیموس ای بچه ها اونجا نوبتی به میدان کرده می شود. از طرف دست چپ پهلوان با کمربند سفید مصباح از ششمانو سومی دارد. از طرف دست چپ پهلوان فیضلی از جماعت مجخر. این پهلوان کمربند سفید از ششمانو سه تا علاقه غالبیت دارد. خب جفتی نوبتی بهترین کار دیو دام بگیر بالامون با طلبت یک پهلوان دیگر اومدگی ها سعی مختار پهلوان 10 دقیقه تنفس کند بعد میبرید فهمیدی جفتی نوبتی به میدان دعوت کرده می شود. پهلوان از طرف دست راست با کمربند کبود نجیب الله جماعت مجخر و از طرف دست چپ پهلوان اسماعیل از ناحیه دوردستی رودکی مهمان خوش آمدی. مرحمت گلیم رقمی 2 استادیان میشید زور میشید بخرام کشار پارش دم ماشینا نه چرا 10 کرد یا 8 کرد یا میگه از دو تا نیستن وقت تمیزم کار این پاک خالیه این هم جد مدت کسبمون خب از شخصانی که برای پهلوانانی شناخته و دوست داشتهشان مثال یگان مبلغ میمونن و یگان پیکه میمونن یگان چی میمونن پیشنهاد چید مرحمت برا کمالات پوش بیا من استولی دوارو همونجا پوش بیا میتونه یگان وایکنید مراجعه کنید ما اینا به اینوبت بگیریم و اینوتون معرفی میکنیم برای پهلوانی دوست داشته و شناختتان که میرون بگون فعال شوند که وقت کمه اوز دیگه ما اون رنگ پیشینه رای نداریم پهلوانی زیاد اومدگی هم اوزی نگاه دارن که نوبت چون میرسن تشکر زیاد تشکر زیاد دوستان عزیز
جهانی سپاس میگیم با استادی عزیز گرامی که امروز بسیار یک سخنهای صمیمی و برای ما و شما راه اندازی کرده و این لحظه دوستان عزیز در نام سید مختار پهلوان شهرتمند این دیار زیبا منظر از نام دولت یکی از جوانان بسیار هم باننگ و ناموس این دیار با مبلغ 500 سامانه ضبط کرده شد دوستان عزیز. اوه ببینید کارکا پهلوان کارکا بسیار هم احسن آفرین. بهترین اصول از طرف پهلوان از دهه ششم علاقه سیم غالبیت از طرف پهلوان با کمربندی کبود از سفید چشمه غالبیت دانسته شد. جفتی نوبتی یک مینوت یک دقیقه همین جفتی کیوشی دو باید جفتی نوبتی اینو بکنن از طرف دست راست پهلوان با کمربندی سفید جیلکی سفید محمد صدیق از عینویه فیض‌آباد یک قرصک به خاطر میمون. از طرف دست چپ پهلوان با کمربندی سرخ آیت الله از شهرک دربند نویه نورآباد یک قرصک به خاطر پهلوان شناخته در پیش یک توفه کلان در گلیم رقم 2 جفتی نوبتی دعوت کرده می شود. همین بچه های طرف دست چپ من 4 تا غالبیت دارد. عمر از دهه شادمانی جماعت مجخر به نامش 1000 سامان مونده 1000 سامان 1000 روبلی روسی موندگی حالا در دستی من و طلبش همین پهلوان با کمربندی کبود جیلکی کبود قربانعلی از دهه شوخ‌زمینی جماعت کمسمال‌آباد برآمده تست در 3 دقیقه وقت مرحمت گلیم رقم 1 دار تسترش میگه کی ما با مقصدی همین پیدا نمودنی پدیده‌های نو پهلوان‌های نورس جوان همین معرکه را دایر کردیم کم ترک گذشت میکنیم به خاطر که پهلوان‌های چهره‌های نو پیدا شوند. همین متخصصون مربی مکتب ورزشی بهترین حلال بله یک سالیم کاری کلام ممامش از طرف چینه 1000 روبلی روسی دست داد باشد رحمت کنم برای کن جفتی نوبتی در گلیم رقم 1 از طرف دست راست پهلوان با کمربندی سفید جهانگیر از جماعت مجخر از طرف دست چپ پهلوان با کمربندی عبیدالله از جماعت سفید چشمه صابق سمسالق مرحمت یک توفه کلان بچه مخلص ها یک تشکر پایان میخیزیم از کی جان شادروز همین جوال بسیار ایستاده اگر خواهش میکنید التماس خواهش میکنید نمانید دوستان عزیز بخاطری با همین طرفی دیو پهلوان شناخته ناحیه نورآباد مفتاحی پهلوان از جماعت دهاد سفید چشمه آمده است. اگر میزبانی نمیجا باشد مرحمت به نزد ما بیاد با دیو پهلوان کوازمایی میکند. اوه دوستان عزیز کپکوبی میزنیم دوستان عزیز این لحظه شروع زمان مرحمت با نام شاروخ یک گیلم کیراخان امروز قدردانی شده است. کدام نفره که میخواهد با شاروخ پهلوان کوازمایی نماید مرحمت در طرف سمت پایانی گیلمی رقم 2 شاروخ زمانو شامدی سای مختار پلاد بنازی ما بیا سای مختار بنازی ما بیا در نام سای مختار هم یک سالم نوروزی میمونه دوستانی عزیز و این لحظه در مرکز میدان آیت الله سیاهچایف کوازمایی خود را انجام داده است. کار کرده آیت الله احسن آفرین میباید برای میخواد جوان مردانه که جوان مردانه اصول را کارکرد میکنن با پرتافت آیت الله سیاهچایف حساب شد با خاطر سیاهچایف آیت الله کپکوبی بزنه دوستانی عزیز. احسن تشکر زیاد بیا گلمی پهلوان نوبتی خوب بسیار خوب
فریدون از جماعت دهاتی صفر چشمه 2 غالبیت به دست دارد در گلیم رقم 2. 1 دقیقه عضوی میکنه تنفس. مطیعه از جماعت دهاتی مجیخرفی نایه نورآباد. دوستان عزیز با خاطر تنفس قبل اکا شادروز بالای گلیم توزه کنه 1 نفر متصدی بمانید. اکا شادروز اسلاموف یا متصدی بمانید بالای گلیم آوای کنه. شاهرخ پهلوان به پهلوان بسیار احسان آفرین. چرابینه آقای نکه یکه شادروز اوهو حلاله دوستانی عزیز بسیار پرتافتی زیبایی ورزشگر دوستان عزیز بیا که فیروز جا بیا فیروز پهلوان در اینجا از ناحیه زیبا منظری ناحیه نورآباد جماعت دهاتی مجیخرف به خاطر فیروز پهلوان شناخته این دیار کبکبی بزنید دوستانی عزیز. خوش آمدید سلامت باشند. خیلی فرزندان بسیارم رستمانه ناحیه نورآباد بسیار باشد. بسیار در مرکز میدان شاهرخ پهلوان شاهرخ زمانوف سعید مختار. دوستان عزیز به خاطر سعید مختار پولادو یک کبکبی بزنیم. خوش آمدید مرحمت همین وای را نمانه دیگر نوراسا را نمانه همجا متصدی ها دیو پهلوان بازم خوش آمدید. انا شاهرخ زمانوف در مرکز میدان فرزند دیار زیبا منظری ناحیه نورآباد سعید مختار پهلوان شناخته و شهرتیار این دیار در نامش گلیم قیراقم با اندازه 6 به 4 در هر دیار. از تمام این مهمانان خواهش میکنیم که امروز فرزندان ناحیه نورآباد مرحمت بیا شید بیا گلمی بیا برای گلمی رقم 2 اوی که گلمی رقم 2 پهلوان مراد اگر کسی که به طرف شرف پهلوانی شناخته دیار زیبا منظری نورآباد کوزبایی میکنه در مرکز میدان است در نام شرف پهلوان هم شادروز 1 تحفه نوروزی دیگر بمانه. تشکر خوش آمدید. ای پهلوان خوش آمدید. بعد گفتنی هستیم که ما مردم نورآبادیم با ننگیم و با آریم خاک پای دوستان را بر دیدن نبرداریم. یک کبکبی بزنید دوستان عزیز به خاطر دی پهلوان. خوش آمدید دی پهلوان بسیار هم احسان آفرین. دوستان عزیز در همین چهاربینی امروزه ما از ولایتی از ناحیه بسیار هم شهر کلاب باستانی ناحیه فرخار در این چهاربینی ما اشتراک دارد. کرامت الله پهلوان بسیار هم شناخته دیار شهر کلاب باستانی حضور دارد. ما از این خاطر کرامت الله را به چهاربینی امروزه دعوت میکنیم. مرحمت دکه کرامت الله. دوستان عزیز یکی از چهره‌های شناخته دیار زیبا منظر که در دوره جهاد شوروی ناحیه نورآباد را در منطقه و در جمهوری بیرون از جمهوری معرفی میکرد یعقوب یوسف. ببینید که تنتنه انعنه امروز در دیار زیبا منظری ناحیه نورآباد و خواهش میکنم که یعقوب پهلوان شناخته دیار زیبا منظری نورآباد با انمی مرکز میدان دعوت میکنیم که یعقوب پهلوان احترامان از شما. نظرالدین پهلوان
دستپروری مؤسسه دعوتی مکتب ورزشی ناحیه نورآباد. نظرده پهلوان همه مردم شما را انتظار است. نظرده پهلوان هم بسیار جوان است که بسیار بازی رستمانه دارد و زیر کپکپی های شما نظرده پهلوان ناحیه نورآباد را با این لحظه به صحنه دعوت میکنید. دوستان عزیز اوهو کپکپی میزنه دوستان عزیز. اوهو کارکا انا که ببینید که پهلوانی هم در دل و دیده مردمی رشتان زمین جای دارد. یوسف یعقوب خوش آمدی. اگر یعقوب خوش آمدی ما میخوایم اگر شما دوستان عزیز تنتنه انعانه می شود. این لحظه سابقه‌دار ورزش در رشته گیری گوشتین ملی یعقوب پهلوان با دیو پهلوان خوازمایی میکند. ببینید که بسیار دوستان عزیز شاهرخ زمانوف در مرکز میدان است. شاهرخ زمانوف در مرکز میدان است. انا ببینید سید مختار پهلوان در مرکز میدان است. دوستان عزیز مردم این دیار مهمانان عزیز بیه یعقوب پهلوان با دیو پهلوان دوام میده. مردم دوستان عزیز بسیار هم خوب یک کپکپی میزنیم. دوستان عزیز در مهمانی مردمی دیار زیبا منظر نورآباد دیو پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان مهمان این دیار است. یک کپکپی میزنیم به خاطر دیو. خوش آمدید دوستان عزیز. سابقه‌دار ورزش در ناحیه رشتان زمین یعقوب یوسف انا هر دو همینا برای زفر موفقیت. تشکر. متصدی همچه بیان نمونه نورس های یکم نورس نمونه پهلوان های وزنی گرانه دعوت بکنیم. خواهش بکنیم نمونه بینیم خالی شد. طلبشو از کجا؟ ناحیه رشت طلبشو با کمربندی کبود. ناحیه نورآباد سای میرزا از جماعت دیهاتی خوبنان با هر شما برای کار موفقیت زفر مرامت در گلیم رقم دو. دوستان عزیز صدر پهلوان از جماعت دیهاتی مجیخر با مرکز یک دیسته شد. سوراب در نام صدر پهلوان 500 سامانه مبلغ پولی ماندگی است. مرامت کرامت و پرتافت عالی و حساب از جانب داور این لحظه مهمان است. مهمان که نامد محمد پهلوان از ناحیه نورآباد. محمد پهلوان از ناحیه رودکی امروز مهمانی ما است. خوش آمدی باری دیگر. مرامت به گلیم رقم دو. عباس پهلوان از جماعت دیهاتی سفید چشمه. هر دو پهلوان با کمربندی کبود. پهلوان از طرف دست چپی من با کمربندی سیاه. مرامت ایستاد باشه فقط تیز وقت نگیرید. دوستان عزیز به چهاربینی تنتنه نوروزی جهانی امروز با تشبوسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد در این دیار زیبا منظر بازم این انعانه تنتنه یافته ایستاده است. به همین خاطر پهلوانان ناحیه
рудаки шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ хоҳиш мекунем ки ба маркази майдон биёед. вақтам рафта истодааст. қувозмоии шуморо тамоми мухлисон интизор ҳастанд. мана Шорух Замонов, Оятулло Сияҳчаев, фарзандони ҳамин диёр, Саидмухтор Полодов, Шараф Паҳлавон ва ин бародари мо Фирӯзҷон Паҳлавон, Фаридон Паҳлавон дар маркази майдон ҳастанд. ана ҳамин паҳлавонони ноҳияи Нуробод ҳамин хел пешниҳод дорад кадом нафаре аз кадом шаҳри ноҳияе ки бошад марҳамат мегам мо қувозмоии худро мо мизбонон ана рангу ҷилои сунъатҳои наврӯзӣ дар диёри гулбезу гулрези Нурободи Нурофар. Якуб Юсупов паҳлавоне ки дар дилу дидаи мардум ҷой дорад ва ноҳияи Нурободро дар солҳои иттиҳоди шӯравӣ муаррифӣ мекард. то ба ин лаҳзаҳо дӯстони азиз ба хотири девпаҳлавони шинохтае ки тамоми сомонаҳои интернетӣ шабакаҳои телевизиониро ба ҳайрат овардааст, девпаҳлавон бо номи зиёдро аз номи аслиаш ва тахаллуси девро гирифтааст. мо бо анҷоми ҳамин ҳарду ҷуфт мо аз девпаҳлавон мехоҳем ки рақси дига бона. ташаккури зиёд ба хотири мухлисон девпаҳлавон